از خدا بخواه خدایا در این دل من جز حب خودت و حب بندگان مخلصت کسی دیگر جا نده، جز حب کارهای خیر خدایا در این دل من اجازه نده. از خدا بخواه، دل تو به خدا بسپار. خدا دل داده که در اختیار خدا بذاری و وقتی خداوند صفحات دل تو ورق میزنه، اولین صفحاتش اخلاص، صفحه دومش توکل، صفحه سومش حب مؤمنین، صفحه چهارمش خیرخواهی، صفحه پنجمش علم، صفحه ششمش نماز. همش چیزهای خیر، همش چیزهای خوب. این دل انسانه که هر اراده خیری میکنه براش نوشته میشه و خداوند چقدر خوشحال میشه وقتی که صفحات دلهای بندگانش را ورق میزند و هر صفحه چیز خوبی در اون صفحه میبیند.